دیگه اصلا نمیدونن قوالپور کیه. آخرین جنایت آقای خامنه‌ای. برو به سلامت. با اذان صبح اعدامش کردن. من دیگه با اذان صبح خدا شاهده نماز نمیخونم. از این کشور گم کنید. و سلام. هر کس به اندازه یه نفر اقدام بکنه مشکلات حل میشه. عیبی نداره، منم برم این کارو میکنم که تماشا کنم. بذار تماشا کنم. نه خودتو از سر بنده. برو بذارید که فضای مجازی. ما تو لس آنجلس نیستیم، اینجا تهرانه. اعتراضمونم توی تهرانه. من تم به این خاری و ذلت دیگه نمیدم. بسیجی سپاهی بیا دستگیرم کن.